الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. این حلقه 16 ما از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد که معنایش نیست معبود برحق بجز الله رب العزة والجلال. بارک الله فیکم. در این حلقه صحبت ما ادامه می یابد در مسئله شرط ها و بعض مسائلی که تعلق به شروط لا اله الا الله دارد. البته این حلقه ها به نهایت حلقه های مفید است، زیرا پیش از این که ما این 7 شرط های لا اله الا الله را به شما شرح بدهیم، باید به شما تمام مسائلی که تعلق به این شرط های 7 گانه دارد ذکر نماییم. بارک الله فیکم. باید بدانید که تمام عبادت هایی که در این روی دنیا از عبادت های شرعی اسلامی هست وجود دارد، رکن دارد و به خودش شرط ها دارد و شکننده ها دارد. بیایید نظر میکنیم به نماز. نماز عبادتی است که هر یک بنده مسلمان در یک روز 5 بار انجام میدهد و این نماز به خودش شرط ها دارد به مانند طهارت و این چنین رکن ها دارد به مانند راست ایستادن و رکوع کردن و سجده کردن در نماز و این چنین واجبات دارد به مانند قرائت کردن و این چنین مبطلات دارد. مبطلات یعنی شکننده ها به مانند یعنی در درون نماز سخن بیهوده کردن، عموما سخن کردنی که از غیر نماز باشد، یا که باد برآمدن از انسان وقتی که باد می براید. پس یعنی نماز هم رکن دارد، شرط دارد، شکننده دارد و این چنین تمامی عبادت ها به مانند بینگریم به وضو به خودش شرط ها دارد، رکن ها دارد. رکن هایش این است که باید 4 عضو به مانند دست و روی و پای و مس کشیدن به سر این حتما باید اجرا شود. شرطش این است که به آب پاک باشد، این رکنش است و این چنین شکننده ها دارد، مبطلات، نابود شونده های یا که دور کننده های وضو و این چنین حج، روزه، زکات و تمام عبادتی که شما میبینید از این 3 چیز خالی نیست: شرط، رکن یا رکن، شرط و شکننده ها. به مانند حج یا به مانند روزه یا به مانند زکات. بارک الله فیکم. که همه عبادت ها رکن دارد و شرط دارد و نواقض یعنی شکننده دارد. و این چنین اسلام به خودش رکن دارد که رکن اسلام 5 تاست: شهادت آوردن به لا اله الا الله و محمد رسول الله، خواندن نماز و روزه را به جا آوردن و دادن زکات و حج رفتن در حالتی که قدرت و توانایی داشته باشد. و به خودش البته شرط ها دارد و این چنین شکننده های اسلام وجود دارد که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب 10 تای اونها را ذکر کردند که ما نیز در حلقه های گذشته این 10 تا را شرح دادیم. بارک الله فیکم. و این چنین ایمان به خودش شرط ها دارد و رکن ها دارد و شکننده ها دارد و شکننده های اسلام این شکننده های ایمان است. بارک الله فیکم.
پس برادران و خواهران عزیزم، وقتی که نظر به لا اله الا الله محمد رسول الله میکنیم، این کلمه توحید و این بزرگترین کلمه که به خاطر تحقیق همین کلمه الله رب العزت و الجلال زمین را و آسمان ها را و بندگانش را خلق نموده است، البته فهمیده می شود و به ما بیان می گردد که این کلمه نیز به خودش رکن ها دارد، شرط ها دارد و شکننده ها دارد. رکن لا اله الا الله در حلقه های گذشته به ما بیان گشت که دو تاست، نفی است و اثبات است. نفی کردن الهان معبودان باطلی که در این دنیا انسان ها ناحق قبول کرده اند و اثبات کردن الله حق، الله مستحقی که بر عبادت و الله یگانه، الله رب العزت و الجلال اله یگانه می باشد. و البته کفر بر طاغوت در شرح در زیر نفی رکن اول می باشد. و بعد از این گفتیم این شهادتین یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله شکننده ها دارد، همان شکننده های اسلام و همان شکننده های ایمان، این شکننده های لا اله الا الله است. یعنی همون ده شکننده بزرگی که شیخ الاسلام ذکر کرده اند در کتاب نواقض الاسلام، همون شکننده ها این چنین شکننده های لا اله الا الله است. و این چنین لا اله الا الله مثل دیگر عبادت ها شروط دارد. وقتی که به کوچکترین عبادت نظر میکنید شروط دارد، پس لا اله الا الله بزرگترین کلمه و بزرگترین عبادت این بر خودش شرط ها دارد. و البته شرط های لا اله الا الله 7 است. بارک الله فیکم. اما مرجئه های این زمان حرکت میکنند و کوشش میکنند که توحید را از شرط هایش و از شکننده هایش جدا بکنند. الله المستعان. یعنی حتی میخواهند از رکن هایش جدا بکنند، یعنی میخواهند بگویند که لا اله الا الله نه رکن دارد و نه شرط دارد و نه شکننده ها دارد. برای همین بعضی از مرجئه های این زمان اینقدر دانا شده اند که میگویند شکننده اسلام 10 تاست و این 10 شکننده را قبول میکنند، چرا که دیگر علاج ندارند. شکننده ها را شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب نویسند، اما لفظا قبول میکنند و در حالت کفر حکم را کفر گذاشتن میآیند و میگن که این شکننده های اسلام را وقتی که اجرا میکنید انسان به کفر واقع نمیشود، این انسان را به کافر نمیبرد بلکه کمال ایمان را نیست میکند. مقصد این که میگن ایمان انسان را ضعیف میکند اما انسان را نمیشکند. البته این سخنشان سخنی باطل است و این چنین در شکننده های یا که شرط های لا اله الا الله میگویند شرط های لا اله الا الله این وقتی که انسان ترکش مینماید از اسلام بیرون نمیشود یا که اسلامش نابود نمیشود بلکه میگه ایمانش ضعیف میشود. در موضوع کمال ایمان است، میگه شرط های لا اله الا الله این کمال ایمان است. و این چنین در رکن های لا اله الا الله لفظا قبول میکنند و اما در حالت تطبیق وقتی که نظر میکنیم قبول نمیکند. و بارک الله فیکم این همه عملشان به خاطر قبول یک حدیث است که میگویند من قال لا اله الا الله دخل الجنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت میشود. اما ما گفتیم علمای سلف در شرح این حدیث به 3 گروه تقسیم شده بودند. بعضیشون گفتند که این منسوخ شده است و بعضیشون گفتند که این معین است یا که مطلق است، عام است و مطلق است و در جای دیگر مقید شده و خاص شده است. حدیث های دیگر که الا بحقها صدقا من قلبه حبا من قلبه و غیر ذلك. و بعضی از علما گفتند که پس این حدیثی که در اینجا آمده است محکم است، اما دیگر حدیث های دیگر میآید شرط های این حدیث رو بیان میکند. پس بارک الله فیکم مرجئه با این سخنش چندین خطاگی ها را به وجود می آورد. خطاگی اولش این که از مذهب اهل سنت و الجماعت و مذهب علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت، علمای سلف این امت، علمای اهل اسلام و علمای قرن اول این امت، این علما را ترک میکند و از این علما دور می شود. و البته نیست کردن رکن لا اله الا الله، شرط لا اله الا الله، شکننده های لا اله الا الله لفظا قبول کردن یا که ترک نمودنش البته همه اش مخالف اهل سنت و الجماعت است. بارک الله فیکم. پس این شرط های لا اله الا الله شرط های عادی نیست بلکه هم جانب قلبی و هم جانب عملی را دارد. یعنی شرط های لا اله الا الله بعضیش را میبینید که وقتی که میبینید مثلا اعتقادی هست، اعتقادی باطنی به مانند علم، و در بعضی از شرطهایش وقتی که نظر میکنیم میبینیم که هم اعتقادی و هم عملی ظاهری را در بر گرفته است به مانند اخلاص عملی، صدق عملی و قولی، محبت عملی
یعنی اخلاص عادتا باطنی هست، درونی هست. صدق هم این عملی قلب است و درونی است، محبت هم عملی قلب است و درونی است. اما نه فقط با درونی گفتن این به همین کافی نمیکنیم، بلکه اخلاص بیرونی عملی هست. انسان در عملش هم باید مخلص باشد، صدق عملی هم داشته باشد و قولی هم باید داشته باشد، صدق قولی، سخنی، گفتاری. و این چنین محبت عملی هم باید داشته باشد که محبت عملی یعنی دوست داشتن اهل اسلام و بد دیدن اهل کفار و کفر بر طاغوت و انقیاد عملی. یعنی انقیاد گفتیم عادتا انقیاد عملی، انقیاد این عمل است، یعنی پابرجا بودن در عمل. یعنی شرط های هفتگانه فقط جانب ظاهری یا باطنی را در بر نگرفته است، مثلا خاص ظاهری یا باطنی گفته نمیشد، بلکه هم ظاهری و هم باطنی. این شرط های لا اله الا الله هفتگانه هم ظاهری انسان و هم باطنی انسان را در بر گرفته است و عموم تمام مسائل بزرگ اسلامی که در انسان وجود دارد همه را در بر گرفته است. بارک الله فیکم. پس این شرط های لا اله الا الله تقسیم می شود به یعنی در حالت یعنی اکراه غلطیدنش یا که در حالت جهل عذر شدنش. آیا این شروط لا اله الا الله با اکراه وقتی که انسان از جانب کسی مجبور می شود ترک کرده می شود یا نه؟ البته شرط های لا اله الا الله به دو قسم تقسیم می شود. شرط هایی که در یگان حالت ترک کردنش ممکنه، به مانند محبت درونی. وقتی که کسی شما را اکراه بکند، یعنی کسی شما را مجبور بکند که محبت را ترک کنید، این ناممکن است، برای اینکه محبت عمل قلبی هست. خیلی که بیان کردیم. پس انقیاد باطنی یا که کفر بر طاغوت یا که انقیاد ظاهری یعنی پابرجا بودن عمل ظاهری کفر بر طاغوت، این عمل هایی که یعنی شروط های لا اله الا الله که همه اش در حالت اکراه ترک کردنش جایز است، اما محبت ترک کردنش در حالت اکراه هم جایز نیست. بارک الله فیکم. پس این بود یک از مسائل های مهمی که تعلق به شروط لا اله الا الله دارد. پس لا اله الا الله رکن و شرط های هفتگانه دارد، 2 رکن و 7 شرط، و این رکن و شرط به همدیگر تعلق بینهایت زیاد دارد. و رکن یا که بگیم شرط در داخل رکن است، یا که بگیم رکن هم در داخل شرط است، یا که متعلق شرط است. البته رکن و شرط از همدیگر جدا است، ان شاء الله ما به شما در صحبت‌های نزدیک ذکر میکنیم. اما دانید که معنی وقتی که رکن را نظر میکنیم یا که معنی شرط را نظر میکنیم همه اش تعلق به همدیگری دارد، از همدیگری جدا نیست. بارک الله فیکم. و رکن های لا اله الا الله، 2 رکن لا اله الا الله نفی و اثبات، معنیش در شروط وجود دارد. ارکان یعنی رکن های لا اله الا الله با شرط های لا اله الا الله از چند جهت داخل می شود. از جهت علم وقتی که نظر میکنیم شروط کلمه لا اله الا الله، شروط کلمه توحید، این علم است. یعنی علم معنیش این که دانستن معنای لا اله الا الله و دانستن رکن های لا اله الا الله. پس از جهت علم به الله رب العزت و الجلال در توحیدش و کفر بر طاغوت، یعنی همه این شرط های لا اله الا الله از یک جهت دیگر وقتی که نظر میکنیم رکن لا اله الا الله همین معنی را دارد. پس رکن لا اله الا الله از جهت علم به شرط داخل می شود و این چنین رکن های لا اله الا الله از جهت عمل به شروط لا اله الا الله داخل می شود و این چنین ارکان لا اله الا الله از جهت اخلاص به شروط داخل می شود. بارک الله فیکم. از جهت انقیاد، از جهت محبت، از همه جهت رکنهای لا اله الا الله در شروط وجود دارد. یعنی شروط و ارکان به همدیگر علاقه شدید دارند، اما باید دانیم که بین رکن و بین شرط فرق وجود دارد. بعضی از انسان ها البته انکار کرده اند فرق رکن و فرق شرط های لا اله الا الله را انکار کرده اند. البته این غلط است. گفته اند که رکن و شرط هر دوش معنیش یک توست.
پس میگوییم اگر هر دوش معنیش یک تا می بود باید میگفتیم رکن های لا اله الا الله 9 تا یا که شرط های لا اله الا الله 9 تا، اما این چنین نگفتند. رکن لا اله الا الله جدا و شرط لا اله الا الله جداست. پس ما به شما مثال می آوریم برای اینکه شرط و رکن از هم دیگر جدا کرده شود. نماز به خودش شرط دارد و رکن دارد. رکن نماز این راست ایستادن در نماز یا که رکوع کردن و سجده کردن. زیرا رکوع و سجود و راست ایستادن این خود نماز است. از نماز جدا کردن ناممکن است. از نماز بیرون نیست بلکه در داخل نماز است. اما وضو این شرط نماز است. شرط نماز است. از نماز بیرون است. از وقت نماز هم بیرون است. پس فهمیدید که رکن این یک خودی چیز را رکن میگن. اگر بیاید به خودمان نظر بکنیم، انسان دستش این رکن انسان است، پایش رکن انسان است. برای چی؟ برای اینکه پای از انسان یک جزئی شخصی انسان است که جدا نشونده است. اما بعضی از عملهای کسبی که شغلی که شما میکنید، علمی که شما آموخته اید، اخلاقی که شما آموخته اید، این عملهای شرطهایی که از شما جدا است، این هم شرط هاست اگر این یک عادی فهمانیم. اما من فکر میکنم با مثال نماز به شما واضحانه آشکار شد که این رکن در درون خود چیز را رکن میگن که جدا کردنش ناممکن است، شرط بیرون از وی. برای همین لا اله الا الله را وقتی که نظر میکنیم رکنش از خودش هست. نفی و اثبات این خود لا اله الا الله هست. جدا کردن ناممکن است. اما علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت، قبول، انقیاد، اینها بیرون از لا اله الا الله هست. جدا کردن ممکن است. پس رکن و شرط از همدیگر جدا هست. بارک الله فیکم. پس لا اله الا الله، نطق کردن لا اله الا الله، عمل کردن به لا اله الا الله و آن چیزی که لا اله الا الله در بر میگیرد از دعا، از امید، از بقیه دیگر عبادت ها، همه اش این داخل به توحید است و این رکنی لا اله الا الله هست و این جزئی لا اله الا الله هست که جدا کردنش ناممکن است. اما بخلاف علم یا که قبول یا که باقی مانده از شرط های لا اله الا الله که زائد از توحید است، خارج از توحید است، یعنی این چیزهایی که زیاد از در بیرون لا اله الا الله است، خود لا اله الا الله نیست. برای همین است که علما میگویند محبت التوحید، مثلا نظر بکنید، محبت التوحید والصدق في التوحید واليقين والإخلاص في التوحید، یعنی محبت، توحید، صدق، یقین، اخلاص در توحید، که این را در رکن میگوید که این چنین میگه در توحید. اما البته بخشش البته در اینجا نه در رکن، در شروط میگوید. یعنی در شروط، وقتی که شروط را شما ذکر کردنی مثال آوردنی شده، میگید که محبت در توحید. ببینید محبت که شرط لا اله الا الله است، بیرون از لا اله، محبت در توحید، محبت یا که صدق در توحید، توحید جدا، صدق جدا، یقین در توحید، اخلاص در توحید. اما وقتی که مثال به رکن می آوریم این چنین مثال آورده نمی شود. مثلا کفر بر طاغوت این جزئی توحید، جزئی کلمه لا اله الا الله از خود لا اله الا الله، جدا کردنش ناممکن است. اگر بگیم که کفر بر طاغوت در توحید، این ناممکن است، بلکه میگیم کفر در طاغوت خود توحیدی. الدعاء للتوحید، دعا برای توحید، نماز للتوحید، فیلی فرق داشته شده است. پس ناممکن است در حالتی که ما میگوییم شرط و رکن این هر دویش یک چیزش، این ناممکن است. البته این غلط است.
گرچنده که وقتی که هر دوش را یک چیز گفتیم یا که هر دوش را جدا گفتیم فرق زیاد وجود ندارد، حکم با همون یک چیز است، اما از نظر علمی باید دانیم که رکن دیگر چیز است و شرط دیگر چیز است. پس بار دیگر مثال را تکرار میکنیم. وقتی که شما رکن را فهمانیدنی شدید میگوید که محبت در توحید، صدق در توحید، یقین در توحید، اخلاص در توحید، اما همین سخن را در رکن گفته نمیتوانید. گفته نمیتوانید که کفر به طاغوت در توحید، دعا در توحید، نماز در توحید، این خیلی سخنها را گفته نمیشود، بلکه میگوید کفر به طاغوت، کفر به طاغوت از توحید، دعا از توحید، نماز از توحید، عبادت از توحید است، یعنی از خود توحید است. محبت از توحید نه، محبت در توحید، صدق در توحید. باید انسان در توحیدش صادق باشد، در توحیدش محبت داشته باشد، در توحیدش اخلاص داشته باشد. اما در توحیدش نماز داشته باشد، در توحیدش دعا داشته باشد گفتن ناممکن است، بلکه میگیم از توحید. نماز این از توحید است، عبادت این از توحید است، کفر بر طاغوت از توحید است. یعنی با این مثال من فهمیده می شود که رکن این جزئی داخلی توحید جدا نشونده است و شرط چیزی جدا شونده است. و اما علما، بعضی از علما میگن که جدا کردن رکن و شرط، یا که شرط را به رکن داخل کردن یا که رکن را به شرط داخل کردن، این همه اش یگان جزئیه، یگان مسئله خاصی را بیرون نمی کند، بلکه این یک یا که اختلاف لفظی هست. اختلاف لفظی است. یعنی ما گرچند که لفظاً اختلاف را بیان میکنیم، لفظاً میگیم که رکن دیگر چیز است، شرط دیگر چیز است، اما در حالت حکم میبینیم که فرقی ندارد. هر دوش را یک چیز گوییم هم یا هر دوش را شرط و رکن را جدا بکنیم هم با همون نتیجه یک چیز است. ولا مشاحة فی الاصطلاح، در اشتراح هیچ مشاح و هیچ یعنی کشوکشی وجود ندارد. برای چی؟ برای اینکه همه علما، یعنی کسانی که رکن و شرط را یک چیز گفتند یا که کسانی که رکن و شرط را جدا گفتند، هر دوش دو چیز گفتند، همه باز اجماع میکنند، همه جمع میشوند و میگویند که کسی که رکن را یا شرط را ترک میکند این کافر است و توحید با همراهیش وجود ندارد و اسلامش باطل شده است. یعنی کسانی که میگویند که شرط و رکن یک چیز است یا که کسانی میگویند که شرط و رکن این از هم دیگر جدا هست، همه اشون با اتفاق میکنند که ترک کننده شرط هم ترک کننده رکن هم این کافر است، توحیدش وجود ندارد یا که اسلامش باطل شده است. بارک الله فیکم. اما چه خیلی که گفتیم سخنی صواب و سخنی درست و سخنی صحیح و قول راجع این است که رکن این از خود جزئی همون چیز است، شرط بیرون از همون چیز و جدا از همون چیز است. بارک الله فیکم. و باید دانید که این شرط ها، یعنی شرط های هفتگانه لا اله الا الله، به نهایت به همدیگر متعلق هست، رابطه دارد، مرتبط هست. وقتی که یکی از این شرط ها را انسان به جا می آورد یا که بسیاریش را به جا می آورد یا یکیش را ترک می کند یا بعضی از این شرط ها را ترک می کند، باید داند که شرط های لا اله الا الله را به جا آورده است و اسلامش صحیح نیست. پس باید دانید که هر کسی که بگوید لا اله الا الله لیکن بعد از لا اله الا الله گفتند هیچ عملی را انجام ندهد، پس بعد از لا اله الا الله یگان بار عملی نکند، لا یعمل خیرا قط، یگان عملی اسلامی را یگان بار انجام ندهد، داند که این به کفر واقع شده است و این را کفر نامیده می شود. البته این کفر اعراض است. کفر اعراض کفر روی گردانیدن، یا که کفر امتناع، یا که کفر تولی، یا کفر نفاق، یعنی این نمود کفرها همه اش گفتنش ممکن است، به این انسان نسبت دادن ممکن است. یعنی لا اله الا الله بگوید یگان بار عمل خیری نکند، این البته به کفر واقع شده کافر است. و در بعضی حالات انسان توحید را قبول میکند و دوست میدارد، اما اخلاص را ترک میکند، یا که جاهل از معنای لا اله الا الله، از رکنهایش، از مقتضایش، از این چیزهای بزرگ میماند، یا که شک به لا اله الا الله میکند یا شک به مقتضای لا اله الا الله و حقیقت لا اله الا الله میکند. به مانند
این گمراه شدگان عباد القبور، عبادت کنندگان قبور، قبرها که در این زمان حاضر مشرک زمان ما محبت لا اله الا الله را گویا دارند، اما اخلاصشان و علمشان ترک شده است. به خاطر همین وقتی که اخلاص و علم ترک شد به شرک دست داده و شرک را اسلام می نامند. و در بعض حالت بالعکس، برعکس، انسان لا اله الا الله میگوید، معنیش را میداند، یقین و اخلاصش قوی است یا که یقین خوب دارد، یقین خوب به توحید دارد، اما قبول لا اله الا الله نمی کند. یعنی قبول آن چیزی که لا اله الا الله را دست نمی کند. به مانند اکثر یا بسیاری کافرهای عرب و غیر عرب اینچنین در این زمان حاضر که کفرشان از نوع کفر عناد بود، کفر دشمنی، میدانند معنای لا اله الا الله را دانستند، یقین و باوریشان هست، اما قبول نمی کنند. اینها را میگن کفر، با کفر واقع شده کافر هستند و سبب کفرشان این کفر عناد است، کفر دشمنی و کفر قصدن ترک کردن بعد از دانستن. و در بعض حالات میبینید که یک انسان لا اله الا الله گفته است و این کلمه را دوست داشته است، کلمه توحید لا اله الا الله، اما قبول نمی کند. بار دیگر میبینید که قبول نمی کند. به مانند هرقل این پادشاه روم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نامه نوشتن، نامه را دید، فهمید، دوست داشت، اما قبول نکرد. به مانند ابو طالب امک رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا اله الا الله کلمه توحید را دید، معنیش را فهمید، علم داشت، دوست داشت، این کلمه را دوست داشت، اما قبول نکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین وقتی زندگی ابو طالب به نزدشان رفت، به نزد ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند و گفتند یا عمی قل لا اله الا الله احاجک به عند الله. ای امکم ابو طالب لا اله الا الله بگو، یعنی معنیش را تو فهمیدی، تو این کلمه را فهمیدی که چی معنی دارد، بگو، به نطق بگو که من با همین یک گفتار لا اله الا الله تو را من در روز قیامت نجات بدهم، مقصد همین کلمه به تو حجت بشود. اما ابو طالب این سخن را نگفت و با دین کفر، با دین اجدادش و با دین قریش مشرکین وفات کرد. و بسیاری عرب همین چنین بودند، یعنی میدونستند معنای لا اله الا الله را که نیست معبودی بر حق بجز الله، فقط لفظ نیست. معنای لا اله الا الله را میدونستند که فقط لفظ نیست، بلکه این به خودش شرط ها دارد. اگر والله بالله تالله به قریش عرب رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفتند که لا اله الا الله بگوید تمام است، به همین شما جنت میروید، همه اشان میگفتند. مثل امروزه مسلمانانی که لا اله الا الله میگویند و خود را مسلمان میدانند و به همین کافی میگویند، که این مذهب مرجئه های غلات جهمی و مرجئه های امروزه که به زبان بعض شروط ها را میگویند و اما در اصل قبول ندارند. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به مشرکین قریش میگفتند که لا اله الا الله بگوید، این به شما کافی هست، لا اله الا الله شرطی ندارد، رکنی ندارد، همه قریش همون زمان میگفتند. اما مشرکین قریش فهمیدند که این کلمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سویش دعوت میکند، این کلمه یک خشک و خالی نیست، این کلمه شرط ها دارد، رکن ها دارد، شکننده ها دارد. وقتی که میگویی فقط با یک نطق خلاص نمیشوی، باید تو بعد از گفتنت که به اسلام میدرایی دیگر این شرط ها را بجا بیاوری. اگر بجا نآوری باز از اسلام بیرون میشوی، به کفر داخل میشوی و مرتد میشوی. بارک الله فیکم. مذهب اهل سنت و الجماعت دین است که هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله را گفت، شهادت داد، معنیش را فهمید، تمام این به اسلام داخل شد، به مجرد نطقش و قبولش به اسلام داخل شد. اما بعد از به اسلام داخل شدن، اون به قدر علمش و به قدر فهمش مجبور به فهم رکنهای لا اله الا الله و به فهم شرطهای لا اله الا الله و به فهم نواقض اسلام و به اجرای این رکن و شرطها اجباری کرده می شود، فهمانیده می شود. وقتی که فهمید، وقتی که دانست و بعد از این به این رکنهای لا اله الا الله به اهمیتی کرد، شرطها را ترک نمود، رکنها را ترک نمود یا به نواقض اسلام داخل شد، باز به کفر واقع شده است و کافر شده است.
یعنی فقط با کفر واقع شد نمیگیم، بلکه کافر هم شد. بارک الله فیکم. و در بعضی حالت کسانی هستند که لا اله الا الله قبول میکنند، لا اله الا الله را قبول میکنند اما اخلاص ندارند، به مانند مشرکین در بعضی حالت لا اله الا الله را میگفتند، قبول میکردند اما اخلاص نداشتند. و در بعضی حالت قبول میکند یا دوست هم میدارد. پس بعد از این میبینید که علم ندارد، انقیاد اصلا ندارد، یعنی عمل ندارد و صدق ندارد، محبت ندارد. برای همین است که علما میگویند شرط های لا اله الا الله این یک چیزهای لازمی به اصل لا اله الا الله است، به اصل است. هر کسی که یقین حقیقی و ربانی باوری 100% داشته باشد، این انسان عمل را انجام میدهد و توحید را دوست می‌دارد و باقی مانده از شرط‌های لا اله الا الله را به وجود می آورد. چنانه که هر کسی که در حقیقت محبت حقیقی داشته باشد، عمل و انقیاد و یقین و اخلاص و دیگر باقی مانده از شروط‌های لا اله الا الله را به جا می آورد. پس شرط‌های لا اله الا الله یک چیز لازمه از به اصل لا اله الا الله از جهت سرشویش هم و از جهت اصلش هم. و این قاعده هفتگانه چیزهایی هست که به این هفت قاعده یا که به یکی اش یا در حالت ترک یکی از این شرطهای هفتگانه لا اله الا الله درست نیست و قبول نمی گردد. بارک الله فیکم. پس با همین اینچنین به شما فهمیده شد که این شرطهای لا اله الا الله چیزهای بینهایت مهم است. و در بعضی حالتها میبینید که انسان یقین دارد، باوری حقانی 100% دارد به کلمه توحید لا اله الا الله، لیکن عمل را انجام نمیدهد. به مانند ابلیس، یعنی شیطان در حقیقت ایمان قوی نیست به الله رب العزت و الجلال. ایمان یعنی باوری دارد، یقین دارد. ایمان نه به معنای ایمان شرعی، بلکه ایمان به معنای لغوی گفته شده، یعنی باوری دارد که الله وجود دارد. برای اینکه شیطان اللعین الرجیم در جنت بود، با الله سبحانه و تعالی صحبت کرد، درجه مقام بالایی را داشت، اما با این یک یقین، با یک شرط لا اله الا الله این مسلمان نشد، زیرا وی انقیاد را، عمل کردن را در توحید و در عبادت و در همه گرد و اطراف شریعت ترک نمود. سببش این کفر بود و کفر بود که از کبر به وجود آمد. کبر از عمل کردن شیطان را باز داشت. با وجود این که یقین داشت، باوری داشت که الله یگانه است، شریکی ندارد، اما مسلمان نیست. برای چی؟ برای اینکه کبر سبب ترک انقیاد شد، سبب ترک عمل کردن شد. بارک الله فیکم. و در بعضی حالات میبینید که یک انسان به ایمان داخل شده است، به اسلام داخل شده است، ظاهرا میبینید که ایمان و اسلام دارد، اسلام ایمان را دوست می‌دارد، اخلاص هم دارد، صدق هم دارد، ظاهرا این چنین می‌بینیم. اما وقتی که از یک جهتی دیگر می‌بینید شاید ریب و شک داشته باشد در قلبش، یعنی در وعده هایی که الله رب العزت و الجلال نسبت جنت و دوزخ به ما از قرآن عظیم الشان خبر داده است. در قرآن عظیم الشان وقتی که خبر میدهد، بعضی انسان ها هستند که با وجود ایمان آوردنشان، با وجود دوستداریشان، با وجود اخلاصشان، صدقشان، لیکن شک هم دارند، یا شک در توحید، شک نسبت روز قیامت. پس انسان ها گوناگون هستند. مقصد همه این سخنمان این است که انسان باید 7 شرط لا اله الا الله را به یگان کم و کاست به جا بیاورد.
اگر یکیش را ترک کند هم اسلامش نابود میگردد. پس بارک الله فیکم، این بود یکی از مسائل مهمی شرط های لا اله الا الله. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه های آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط های لا اله الا الله دارد صحبت میکنیم. البته در مسئله شرط ها شاید یک 2 یا 3 حلقه یا والله علم 4 حلقه دیگر صحبت بکنیم، زیرا در این مسئله شبهه ها مسائل ها زیاد است و ان شاء الله بعد از این 7 شرط های لا اله الا الله را به شما شرح خواهیم داد. بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم.